روز پنجشنبه در کابل صدها نفر به حمایت از مسلمانان روهینجای میانمار صدا بلند کردند. جمع آمدگان در مرکز کابل راهپیمایی نموده برنده جایزه صلح نوبل آونگ سان سوچی را که عملاً رهبری میانمار می باشد محکوم کردند. فعالان از منبر گردی همایی ابراز داشتند که سین سوچی به خاطر ختم ناآرامی ها در شمال و غرب میانمار کار را به سامان نرسانیده است. توقع ما از جهانیان، از سازمان های بین المللی، از نهادهای حقوق بشری همین است که وقت شماها خود را مدافع حقوق انسانی می دانید، پس بیایید از حقوق اقلیت های مسلمان در دنیا دفاع بکنید. موج اخیر ناآرامی های میانمار 25 آگوست آغاز یافت. آن زمان گروهی از آشوبگران روهینجا بالای پاسگاه پلیس حمله کردند. مقامات میانمار گزارش دادند که در خشونت‌های بعدی کمش 400 کس کشته شد. آنها می‌افزایند که مسئولیت خشونت‌های اخیر به دوش آشوبگران است. اما مسلمانان روهینجا اصرار می‌ورزند که ارتش توسط آتش زدن پناهگاه‌ها و کشتارها سعی دارد آنها را به فرار وادار کند. ده‌ها هزار مسلمانان روهینجا برای دریافت پناهگاه به بنگلادش رهسپار شدند.